بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفى و سلام علی عباد الذین اصطفى. اما بعد، در مورد بسم الله میخوام صحبتی داشته باشم. بدون مقدمه رفتم سر موضوع، چون نمیخوام فایل طولانی بشه. خیلی از برادران و خواهران گله دارن که فایل های ذره طولانیه. به هر حال موضوع ها خیلی مهمه، منم نمیتونم تو 10 دقیقه همه موضوع رو کامل بیان بکنم. ما به عنوان یک انسان مسلمان نیازمند هستیم، محتاج الله سبحانه و تعالی هستیم. خوب به این پیام من گوش بدن برادران و خواهران عزیز. این پیام در زندگی شما تأثیر خیلی مفیدی داره، تأثیر مثبتی داره. این پیام شما را تشویق میکنه که اینکه ما هیچ کاری را بدون نام الله انجام ندیم. برادران و خواهران عزیز، اگر میخواهید زندگی شما با برکت باشه، اگر میخواهید در زندگیتون برکت باشه، زندگیتون با یاد الله باشه، نشست برخاست شما با یاد الله باشه، خوابیدن شما، بلند شدن شما با یاد الله باشه، خوردن شما، نوشیدن شما با یاد الله باشه، تمام اینها، پوشیدن شما، حرکات شما، سکنات شما، همه زندگیتون با یاد الله باشه، زندگی شما پر برکت میشه. بسم الله یک 2 حرف بیشتر نیست، اما در زندگی شما برکت میاره، دل شما را آرام میکنه، ترس را از شما دور میکنه. نام الله بسیار با برکته. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. الله چه میفرماید؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. بسیار با برکت است، بلند مرتبه است نام پروردگارت، پروردگاری که دارای عظمت و بزرگی و دارای اکرام است. به مردم اکرام میکنه، نعمتهای بیشمار به مردم میده. این نام بسیار بلنده، بلند مرتبه است، با برکت، بسیار بسیار بزرگ است، عظیم الشأنه. نام الله سبحانه و تعالی. الله سبحانه و تعالی ذاتی بسیار بزرگه. عظمت الله حدودی نداره. الله به این همه عظمت، به این همه بزرگیش، نامش چقدر بزرگه. این نام، این الله، بسم الله، بسم الله، چقدر عظمت داره این نام. این نام در هر کمی باشه زیاده میشه، در هر ترسی باشه به امن تبدیل میشه، در هر ضعفی باشه به قوت تبدیل میشه، در هر چیز برکت میاندازه. در آب شما، غذای شما، زندگی شما، نمیدونم، تمام وجودتون با برکت میشه با نام الله سبحانه و تعالی. اگر میخواهید زندگی شما با برکت باشه، این پیام را در زندگی خودتان عملی بکنید. برادران و خواهران عزیز، هیچ کاری را بدون نام الله انجام ندهید. یادتون باشه، هیچ کاری بدون یاد الله انجام نگیرد. همه کار ما، زندگی ما باید با یاد الله باشه. گام به گام زندگی ما، مرحله مرحله زندگی ما، قدم به قدم زندگی ما بدون یاد الله نباشه. باید همه با یاد الله باشه. وقتی صبح، شب که میخوابی، با یاد الله بخواب. بیادت باشه تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. این آیه یادت باشه. نام الله بسیار با برکته، خوابت را آرام با برکت میکنه. وقتی میخوابی دستت زیر سرت بذار، رو پهلو راستت بخواب، با وضو، با همه اذکار آیاتی که خوندی، این دعا را بخون. بسمک اللهم اموت و احیا. به نام تو ای پروردگارم من میمیرم، خواب برادر مرگه. الله یتوفى الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها. تو خواب، موقع خوابیدن، یک نوع مرگه، روح قبض میشه. چه بسا انسان میخوابه، بسم الله میکنه، اما از خواب پا نمیشه. این خوابش با یاد الله بوده. از قبر بلند میشه، با یاد الله بلند میشه. یادتون باشه. دست بذار زیر سرت، بگو بسمک اللهم اموت و احیا. پروردگارا، به نام تو پروردگارم میمیرم و زنده میشم، از خواب بیدار میشم. بسمک، ابدعا را از بر بکنید. بسمک ربی ودعت جنبی. به نام تو پروردگارم پهلوی خودم را گذاشتم. و بسمک ارفعو.
بسمک ربی وضعت جنبی و بک ارفعه، به نام تو پروردگارم پهلویم را میگذارم و به نام تو پهلویم را بلند میکنم. این امسکت نفسی فرحم، اگر روح مرا گرفتی بهش رحم بکنی الله. و این ارسلتها، اگر روح مرا رها کردی که بر بگرده دوباره به دنیا، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین، پس تو خودت این روح من که در جسم من است حفاظت بکن به همون طریقی که بندگان صالح را حفاظت میکنی. موقع خواب بسم الله میگی، از خواب بیدار میشی هم الحمدلله میکنی، الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور. میری دستشویی، از خواب بلند میشی یا هر وقت قبلی که وارد دستشویی بشی، قبل از اینکه وارد دستشویی بشی بسم الله بگو. قبل از اینکه وارد دستشویی بشی بسم الله، فراموش نکنید. دستشویی محل جن هست، جنها در دستشویی جا دارن. مبادا بدون بسم الله وارد بشی که پا رو جنها و بچه های جن بگذاری. بچه های جن همونجا اطراف دستشویی تو دارن میگردن بازی میکنن، اونجا خونه شونه چیز عجیبی نیست. اما شما گفتی بسم الله، اونا میدونن، اونا خودشون کنار میکشن که پای تو بر اونها نره، رو اونها نره. پس مواظب باشید. تو دستشویی برید، قبل از ورود به دستشویی بسم الله، اللهم نعوذ من الخبث والخبث. اینجا محل گفتن بسم الله است قبل از دستشویی. بعد کجا باید بگیم؟ موقعی که میخوای وضو بگیری، قبل از وضو بسم الله بکن. دستت میشوری بگو بسم الله. اگر در جایی که وضو میگیری دستشویی در همان داخل حمامه، همون بیرون که وضو بسم الله گفتی کافیه. اما جایی که دستشویی توالت نیست، دستشویی جداست، توالت جداست، بسم الله بگو. قبل از وضو حتما بسم الله بگو. احادیثی داریم که بر بسم الله خیلی تاکید شده، حتی روایات هست. با وجودی که این روایات بعضی علما منظورش اینه که مثلا عدم وجوبه، ولی خیلی علما گفتن که تاکید زیاد شده که هر کس بدون بسم الله نکنه وضوش درست نیست. اما بازم قول صحیح اینه که وضو درسته، اما تاکید شده خیلی قبل از وضو بسم الله بکن. میای تو خونه میخوای لباس بپوشی، حتما با بسم الله لباس بپوش. اون لباسی که آویزون شده احتمال داره بالاخره جنی درش باشه، فلان باشه. با بسم الله لباس بپوش، بسم الله با دست راست. اگر دعا بخونی، دعای مخصوص لباس، فبها و نعمه، الحمد لله الذي كساني هذا الصوب ورزقني من غير حول مني ولا قوه. بس این دعا را لباس میپوشی، گناهت کلا بخشیده میشه. سر غذا نشستی، اولی که میخوای غذا بخوری بسم الله بگو. اگر بسم الله نکردی جنها و شیاطین با تو غذا میخورن. فراموش کردی، وسط بسم الله، وسطش بسم الله، هر وقت یادت اومد بگو بسم الله فی اوله و آخره. اولش فراموش کردی، وسط کار بگو بسم الله فی اوله و آخره. میخوای آب بخوری بسم الله بکن، بدون بسم الله آب نخور. گفتن بسم الله در آب تو برکت میندازه، در غذای تو برکت میندازه. میخوای بلند بشی، کلا بلند بشی، پا بشی، همینطور نشستی بگو بسم الله. بنشینی بسم الله. سوار ماشین میشی، از خونه میای بیرون بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوه الا بالله. پا تو ماشین میگذاری پای راست بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا الى آخرش. یعنی هیچ کاری بدون بسم الله نباشه. میخوای چیزی پرت بکنی، سنگی یا آشغالی پرت بکنی، چیزی رو پرت بکنی بسم الله بگو. خصوصا سنگ، مواظب باشی سنگی رو پرت بکنی بسم الله بگو، به جنی اصابت نکنی. خانمایی که در آشپزخانه هستن، غذا میخوای درست بکنی اولش بسم الله بگو. میخوای چیزی رو برداری، چیزی بگذاری بسم الله بکن. آب جوش میخوای بریزید، خواهران من توجه بکنید، آب جوش بریزید، میخوای بی آب جوش حتما بسم الله بکنید، چون این آب جوش بر جنها میریزه. اگر بر جن ریخت، این ثابت شده، این واقعیت داره، احتمال داره اون جن اذیت بکنه. بدون بسم الله آب جوشتون، آب برنجتون تو هیچ سوراخی آب جوش میریزید، مواظب باشید بسم الله بکنید. بدون اون سوراخ‌ها، هر سوراخی در هر کجا دیدید مواظب باشید، بیشتر جنها در همون سوراخ‌ها هستن، خصوصا در بیابان. آبی میخوای بریزید، چیزی میخوای بکنید بسم الله بگید. بسم الله در هر چیز، در غذا خوردن، در آب خوردن، در پرتاب چیزی، آب جوش ریختن مواظب باشید. میخوای چای تو فلاس بریزی، آب جوش تو فلاس بریزی بسم الله بکن. چای میخوای بخوری، خیلی هستن موقع آب خوردن بسم الله میگن، اما موقع چای بسم الله نمیکنن. رو چای فراموش کردن بسم الله میگن، فراموش میکنن. تو چای خیلی اصلا بسم الله نمیکنن. میخوای چای بخوری بسم الله بکن. میخوای وارد منزل بشی،
خارج از منزل گفتم بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوه الا. وارد منزل میشی بسم الله نگفتی جنها با تو وارد منزل میشن. اینا همه حدیث از روایت صحیح است. بگو بسم الله ولجنا و بسم الله خرجنا و علی الله ربنا توکلنا یا علی ربنا توکلنا. اللهم اني اسالك خير المولج و خیر المخرج. اللهم اني اسالك خير المولج و خیر المخرج. این دعا رو بکن. برکته. یک نصیحتی که پیامبر صلی الله علیه و آله کرده، در کنار این میخوام تو پرانتز، هر کس وارد منزل میشه به خانواده‌اش سلام میکنه، خصوصا مردانی که وارد منزل میشن. کسی که منزل سلام بکنه به خانواده‌اش خیلی برکت به خانواده‌اش نازل میشه. الله سه کس وعده داده که اونها را در ذمه خودش قرار بده، اگر زنده باشن اونها را حفاظت بکنه، بهشون روزی بده، اگر فوت کردن وارد جنت بشه. یکی از سه کس کسی باور نداره، یکی از همین سه کس کسی که وارد منزل میشه سلام میکنه. سلام کردن به خانواده فراموش نکنید. پس به هر حال در جایی رفتی تاریکی بود، تو تاریکی بسم الله بکن. تو هر اتاقی وارد شدی بسم الله بکن. از خونه بیرون بسم الله بکن. نمیدونم هیچ کاری لباس میپوشی بسم الله بکن. لباس در میاری، این خیلی تاکید شده. خانم ها، برادران، پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده ستر ما بین چشم جنها و عورت بنی آدم بسم الله است. لباست میخوای در بیاری بسم الله بکن، وگرنه جنها تو رو میبینن. تو حمام خواهر مسلمان دلت خوش حمام تنهایی خودت لخت میکنی، اما صدها جن دارن تو رو میبینن، عورتت رو میبینن. بسم الله بکن چشمشون کور میشه نمیبینن. اینا جدی بگیرید، شوخی نیست. خیلی از خواهران تو دستشویی مورد اصابت چشم جن واقع شدن، اندامشون زیبا بوده، جنها هم چشم میزنن. بله جنها چشم میزنن. بسم الله الذي لا اله الا هو بگید. موقعی که مرد زن هم بستر میشن، اولی که لباسشون در میارن بسم الله بکنن. موقع جماع و همبستری، برادران و خواهران عزیز، این نکته خیلی مهمه، در آینده فرزند شما خیلی تأثیر داره. فرزندانتون رو با برکت میکنه، از شیاطین حفظ میشه. ببینید پیامبر صلی الله علیه و آله چی فرماید. هر کس با همسر خودش همبستر میشه و میگه بسم الله اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. الله اکبر. چقدر این دعا زیباست. اما متاسفانه اون لحظه دیگه کسی هوش حواس نداره، اصلا بسم الله رو فراموش میکنن. اما این دعا چقدر مهمه. بسم الله، به نام الله، کل شیاطین میرن کنار، عورت پوشیده میشه. اللهم جنبنا الشیطان، پروردگارا شیطان را از ما دور بکن. و جنب الشیطان ما رزقتنا، اگر فرزندی نصیب ما میکنی از اون هم شیطان دور بکن. سبحان الله. پیامبر فرموده صلی الله علیه و سلم کسی این دعا رو بخونه همان شب نطفه‌ای بسته بشه، بچه‌ای نطفه‌اش بسته بشه که بچه به دنیا بیاد، تا آخر عمرش این بچه محفوظ میمونه، شیطان او را اذیت نمیکنه. ما پدر مادر مقصر هستیم اگر فرزندانمان بعد گمراه میشن، شیاطین اونها را اذیت میکنن چون دعا نخوندیم. پس این دعا رو فراموش نکن. خواهران، وارد حمام میشید برای غسل بسم الله بکن. قبل از وضو بسم الله بکن. قبل از غسل بسم الله بکن. قبل از لباس در آوردن بسم الله بکن. موقع لباس پوشیدن بسم الله بکن. تو دستشویی بسم الله بکن. قبل از دستشویی تو آشپزخانه وارد میشید بسم الله بکن. وارد منزل میشید بسم الله بکنید. از منزل خارج میشید بسم الله بکنید. غذا میخوای بپزید بسم الله بکنید. تو دیگتان کاشخ میکشید تا دیگتان خورشتون به هم بزنید بسم الله بکنید. آب جوش میریزید بسم الله بکنید. آب سرد کن میریزید بسم الله بکنید. چایتون آب جوش میریزید بسم الله بکنید. چای داغ رو میخواید بریزی بیرون بسم الله بکنید. وارد حیات میشید بسم الله بکنید. تو کوچه میرید بسم الله بکنید. وارد بیرون منزل بسم الله. لباس میپوشید بسم الله. لباس در میارید بسم الله. دمپایی میپوشید بسم الله. در هر حالتون، نشستنتون بلند میشی بسم الله. ترسیدی از چیزی بسم الله بکن. از قومی ترسیدی بسم الله بکن. نام الله. غذا میخورید بسم الله بکن. آب میخورید بسم الله بکن. نان میپزید بسم الله بکنید. خمیر درست میکنید برای نانت بسم الله بکن. کیک درست میکنی بسم الله بکن. هر کاری میکنید بسم الله بکنید. با یاد الله زندگی بکنید. با یاد الله بخوابید. با یاد الله از خواب بیدار بشید. با یاد الله بلند بشید. با یاد الله بنشینید. با یاد الله حرکت بکنید. با یاد الله صبحتان را شروع بکنید. با یاد الله شبتان را شروع بکنید. با یاد الله کارهاتون را شروع بکنید. هر کاری دارید با یاد الله شروع بکنید. دانش آموزان عزیز، میرید مدرسه بسم الله بکنید. درستان شروع میشه بسم الله بکنید. امتحان دارید بسم الله بکنید. امتحان گواهینامه دارید بسم الله بکنید. امتحانی دارید، کاری دارید بسم الله بکنید. تجارت میخوای شروع بکنید بسم الله بکنید. بازار میخوای بری خرید بکنی بسم الله بکنید. هر کاری دارید
بسم الله بکنید، بدون نام الله، بدون یاد الله حرکت نکنید. در هر حال الله با شماست. چپ بری، راست بری، الله با شماست. بیرون بری، داخل بری، الله با شماست. هر کی الله با او باشه چه غمی داره؟ من کان لله کان الله له. هر کی مال الله باشه الله مال او میشه. هر کی الله با او باشه، اگه همه مردم بر علیه باشن هیچ غمی نداره، اما هر کی الله با او نباشه همه دنیا مال خودش باشه چه فایده؟ برادران و خواهران عزیز، پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که علما بعضیا اون را تایید کردن فرموده کل امر ذی بال لا یبدأ فیه ببسم الله فهو ابتر او کما قال او اقطع. هر کار مهمی که انسان داره با نام الله شروع نشه، اون کار دنبریده است، اون کار برکت نداره، اون کار اقطع است، اون کار اجزم است، کار ناقصه، کار برکت نداره. کارت برکت نداره، کاسبیت برکت نداره، بچت برکت نداره، روزیت برکت نداره، آبی که میخوری، غذایی میخوری، هیچ برکت نداره اگر نام الله نباشه. بدون نام الله زندگی نکنید برادران خانم. اگر میخواید برکت در زندگیتون بیاد، در فرزندتون بیاد، در مالتون بیاد، در جانتون بیاد، در صحتتون باشه، بسم الله بگید. بدون نام الله حرکت نکنید. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. هر کس 3 بار صبح شام بخونه هیچ چیزی به او ضرر نمیرسه، هیچ چیزی، هیچی. اگر جایی رفت غذای مسموم شده بود، تو بیمارستان، تو رستورانی غذا مسموم شده باشه، من قسم یاد میکنم به والله الذي لا اله الا هو، قسم به پروردگارم، قسم یاد میکنم، من پای قسم میستم، اگر کسی این دعا رو خونده باشه غذای خراب شده بخوره هم بهش ضرر نمیرسونه. نمیگم عمدن بخوره، اگر ناخواسته خورد و این دعا رو خونده باشه بهش ضرر نمیرسونه. من خودم با چشم خودم دیدم، خودم خوردم غذایی که تموم کردم، بعد متوجه شدم غذا فاسد بوده بدون که یک لحظه در دل من احساس بدی باشه. یقین دارم به خالد بن ولید رضی الله عنه گفتن مواظب عجم ها باش به تو سم ندن. گفت سم؟ من از سم میترسم. کجا سم؟ شیشه سمی اونجا بود آوردن خورد. گفت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. نمیخواست بگه که شما هم بخورید، میخواست بگه من با این نام الله دارم زندگی میکنم، من از این سم ها نمیترسم. کسی که الله با او باشه هیچ کس حرف من را بد نفهمه. نگفتم بسم الله بکنید برید سم بخورید، نه، گفتم بسم الله را بکنید اگر کسی به شما سم بده اثر نمیکنه و من رو این حرفم قسم یاد میکنم. کسی که بسم الله گفته باشه، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، پیامبر من خبر داده، صادق المصدوق خبر داده، لم يضره شيء، هیچ چیز، شیء نکره است، یعنی هیچ چیز به او ضرر نمیرسونه، هیچ چیز، نه انس، نه جن، نه دشمن، نه غذا، نه سم، هیچ چی بهش ضرر نمیرسونه، هیچ کس بهش ضرر نمیرسونه. من رو حرف خودم یقین دارم. والحمد لله رب العالمین. الله به ما شما توفیق بده بدون نام الله حرکت نکنیم، بدون نام الله زندگی نکنیم. همیشه با الله باشید تو الله با شما باشه. هر کی الله با او باشه خوشبخت دنیا و آخرت میشه. این نام الله تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام خیلی با برکته، فراموش نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله. این فایل دومو فرستادم چون یک چند تا نکات مهم یادم اومد درباره همین بسم الله گفتن. قسمت دومش همین الان، چون خیلی مهم بود مجبور شدم الان بفرستم. سعی میکنم تو چند دقیقه تمومش بکنم چون صحبت ها شده الحمدلله. فایل قبلی یه ذره طولانی شد، خیلی موضوع مهم بود، ندونستم کاملش بکنم. این دو موضوع، چند موضوع رو من یادآوری میکنم. برادران و خواهران عزیز، نکته خیلی مهمی اینه که تو خونه، تو منزلتون هرگز بدون نام الله تو خونه باشه بیرون باشید. هیچ جانوری را، هیچ موزی را، چرنده‌ای باشه، خزنده باشه، پرنده باشه، مورچه باشه، سوسک باشه، کلپوک باشه، مار باشه، عقرب باشه، موش باشه، زنبور باشه، بدون بسم الله نکشید. اگر قرار به کشتنه بسم الله بگید. خوب به حرف من گوش کنید. اگر قرار به کشتن حیوانی است با بسم الله، حتی از این مورچه‌های کوچیک میکشید، مورچه‌ای که میزنه نیش میزنه میخواید بزنید، بسم الله بکن اونو بکش. یادتون باشه
یادتون باشه چه بسا جانورانی هستن که جنها در قالب جانوران در خانه شما هستن، از جمله از اونها مار گفتم قبلا، در فایل قبلی گفتم، فایل های قبل خیلی وقت پیش، مارها اغلبا تو خونه ها مارها جن هستن. پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر داده بدونی که به مار امر به بیرون کردن یعنی بهش امر نکردی، هشدار ندادی، انذار ندادی، هیچ ماری رو نکشید. یعنی باید به مار بگی به همین راحتی از خانه من برو بیرون، یک بار از خانه من برو بیرون، از خانه من برو بیرون، بهش بگو به همون زبان خودت، بی زحمت تشریفتون ببرید بیرون، میره بیرون. پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر داده، بهش بگو پیامبر صلی الله علیه و سلم به من خبر داده که 3 بار به تو هشدار بدم، بفرما بیرون، بفرما بیرون. مار جن باشه میره بیرون. اگر نرفت مطمئن باش که ماره، پس میخوای بکشی بسم الله بکن، بدون بسم الله نکش، به هیچ وجه بدون بسم الله نکش. عقرب باشه بدون بسم الله نکش، سوسک باشه بدون بسم الله نکش، مارمولک باشه بدون بسم الله نکش، هر چی باشه، موش باشه، زنبور باشه، میخوای دست جمعی بکشی، قتل عام بکنی اونها رو، بنزین بریزی، نفت بریزی، بیفاف بزنی، بسم الله بزن، اما بدون بسم الله نباشه. میخوای شکار بکنی، اول که تیر رو رها میکنی به تفنگت میخوای هدف گرفتی یک گنجشک رو بزنی، بسم الله نکن، ببخشی بدون بسم الله نکش، بسم الله بکن، بدون بسم الله فراموش نکن، بدون بسم الله تیرت رها نکن. میخوای حیوانی رو ذبح بکنی، بسم الله بکنی، گوسفند باشه، گاو باشه، شتر باشه، گنجش باشه، مر باشه، بدون بسم الله ذبح نکن، بسم الله بکن، ذبح بکن. شکار میخوای بکنی با تیری که رها میکنی، بسم الله بکن. تو که میری آهوی دیدی میخوای با تفنگ دهنبار بزنی آهو رو، نمیدونم شکارش بکنی، بسم الله تیر رو رها بکن. بدون بسم الله اینها رو نکشید، بدون بسم الله ذبح نکنید. و یک نکته، خواهرانی که بچه کوچک دارن، طفل شیرخوار دارن، به این نکته به این صحبت من خوب توجه بکنن. اینقدر مهم بود که من اومدم تو یک فایل دوباره دارم میگم، نصف شبی یادم اومد اینو تکرار میکنم. بچهای کوچک دارید مواظب باشید، بچه‌تون رو بلند میکنید با بسم الله، زمین میگذارید به بسم الله، رو بسترش میخوابونید با بسم الله، تو گهوارش میخوابونید بسم الله، تکونش میده بسم الله، با یاد الله بچه‌تون رو آروم بکنید. گریه میکنه بسم الله بکن، ذکر بکن، الحمدلله بکن، قل والله بکن، آیت الکرسی بکن، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله بکن. فراموش نکنید. بچه‌تون لباسش در میارید بسم الله بکنید، لباس تن بچه میکنید بسم الله بکنید. شما موظف هستید. آب میریزی رو بچه‌تون، میخوای غسلش بدی، میخوای این پوشکش اول بسم الله بکن. هر کاری میکنید بسم الله بکنید. شیر به بچت میدی بسم الله بکن. بدون بسم الله به بچت شیر نده. این شیر که از پستون خارج میشه به دهن بچت، این شیر با برکت میشه. حواست باشه. حتی با شیردون باشه بسم الله بکن. غذا بهش میدی، سرلاک بهش میدی بسم الله بسم الله. سوپ بهش میدی بسم الله بکن. بدون بسم الله به بچه‌تون غذا ندید، بچه‌تون عوض نکنید، آب روش نریزید، لباسش عوض نکنید. بدون بسم الله بلندش میکنید، میگذاریش به بسم الله بکن. چقدر با برکت میشه. بچه‌ای که با یاد الله بلند میشه میخوابه، بچه‌ای با یاد الله شیر میخوره. پس این نکته خیلی مهم بود، یادآوری کردم. و اگر یک برادری رقیه شرعی میخونه، تو کانالش من رفتم، یک نکته جالب گفت که بعضی وقتا سردرد میاد ناگهانی، خیلی سردردها، دردایی تو بدن ما نمیدونیم این درد واقعا حسی عضویه یا دردی که توسط جن به ما وارد شده، جن ها میخوان اذیت میکنه. میخوای بفهمی که اون قسمتی که درد میکنه جن هست اذیت میکنه. میگه یک نکته کشف کرده، میگه دست راستت رو همون عضوت میذاری، حالا مثلا مچ دست درد میکنه، سر درد میکنه، قلب درد میکنه، زانو درد میکنه، درد شدیدی اومد یه دفعه ناگهانی، درد ناگهانی که مشخص نیست، میگه دست بذار روش، بگو بسم الله الرحمن الرحیم علی رأسی، مثلا بر سرم، بسم الله الرحمن الرحیم علی رجلی، مثلا بر پام، بسم الله الرحمن الرحیم علی یدی، بسم الله الرحمن الرحیم علی مثلا هر چی باشه، علی وجهی، علی قلبی، رو هر کجا باشه بگو، دست بذار روش 10 بار 20 بار 30 بار بگو بسم الله الرحمن الرحیم علی صدری، مثلا رو سینه، بسم الله الرحمن الرحیم علی قلبی، بسم الله الرحمن الرحیم علی قلبی، بسم الله الرحمن الرحیم علی قلبی، 10 بار 20 بار بگو. اگر درد از طریق جن باشه میگه فوراً برطرف میشه، فوراً برطرف میشه. اینم یک نکته بود آخر کار یاد اومد و گفتم
خوب استفاده بکنید. در هر صورت این بسم الله که گفتم کجا باید بگید کجا نگید این خوب مد نظرتون باشه، فراموش نکنید، بهش عملی بکنید، اینو دست کم نگیرید. شوخی نیست. در مورد مار که گفتم شوخی نیست. زمان رسول الله صلی الله علیه و صحابی اومد بدون اینکه بهش هشدار بده، مار در بسترش بود، اونا کشت، اون صحابی را کشتن، جنها کشتن، انتقام میگیرن. گفتم مواظب باشید، آب و جوش میریزید، اگر رو جنها بریزید اون جنها انتقام میگیرن. بسم الله بکنید اون جنها برن کنار، فورا میرن کنار. بگو بسم الله، میره کنار، فورا میره، مثل برقن اینا، سریع، اینقدر سرعت دارن اینا. بسم الله فورا میره کنار. سنگ پرتاب میکنه بسم الله فورا خودش کنار میکشه. تو دستشویی میره بسم الله، تو جلو پات میره کنار. به بچه‌هاتون یاد بدید، نصف شبی میرن دستشویی، شب تاریکه تو خونه، بسم الله بگن از خواب بلند بشن بیرن دستشویی، بدون بسم الله وارد نشن. تأکید میکنم بدون بسم الله وارد دستشویی نشید. دستشویی محل نجاست، نجاست جایگاه جن هاست. میرید بیرون تو سطل آشغالی، زباله‌دان زمان قدیم هست، مثلا زباله‌دان های قدیم جمع کلا هر جا زباله‌دونه، کیسه زباله را پرت میکنی، اونجا محل جن هاست. بسم الله بکن. میری بسم الله بکن. فراموش نکنید تو آغل حیوانات اونجا محل جن هاست. اونجا میرید حیوانت میخواید بیدوشی بسم الله بکن، حیوانت میگیری، گاو باشه، شیر باشه، ببخشید شتر باشه، میدوشی بسم الله بکن. اونجا میرید قدم میذارید بسم الله بکنید وارد بشید. این نکته بود که یاد اومد. الله سبحانه و تعالی به ما و شما توفیق بده، زندگی ما با نام الله با برکت بشه. از الله بخوایم که برکت در زندگی ما بیاره. تبارک اسم ربک ذی الجلال و الاکرام. بسیار با برکت نام الله زندگیتون با برکت میشه. عروسیتون با نام الله باشه، زندگیتون با نام الله باشه، بچه‌تون هم به سر میشید با نام الله باشه. خورد نوشتون، لباستون، پوشاکتون، کارتون، زندگیتون، حرکاتتون، سکناتتون، آمدتون، رفتتون، نشستتون، برخاستتون، خوابتون، بیداریتون، همه اونها با یاد الله باشه، به نام الله باشه. شما در پناه الله هستید، محفوظ هستید. الله سبحانه و تعالی ما و شما را حفاظت بکنه. آمین. الحمدلله رب العالمین.